بشر تو هیچ دوره‌ای از تاریخ به اندازه این روزا مرفه نبوده و تو هیچ دوره‌ای از تاریخ به اندازه این روزا از زندگی شاکی نبوده. ما طوری زندگی میکنیم که پادشاه‌های قدیم تو خوابشون هم نمیدیدن و ما طوری احساس بدبختی داریم که انسان‌های غارنشین هم همچین احساسی نداشتن. تمام این چیزهای ساده‌ای که تو زندگی داری آرزوی ثروتمندان دنیا در 100 سال پیش بوده. پس چرا حالمون باهاش خوش نیست؟ چون ما نگاه نمی کنیم ببینیم این چیزی که داریم چقدر داره به خودمون کیف میده. ما فقط داریم سرمون رو میچرخونیم ببینیم بقیه دارن بیشتر از ما کیف میکنن یا کمتر. دومی که آدمیزاد به هیچ چیزی مثل خوشبختی زود عادت نمیکنه و برای نابود کردن هر چیزی تو دنیا کافیه بهش عادت کنیم. عادت به داشتن همسر خوب، عادت به داشتن رفیق، عادت به داشتن فرزند، عادت به داشتن کسب درآمد. از اونا نباش که فقط بعد از دست دادن چیزی یاد میگیرن قدرش رو بدونن. یادت باشه شکرگزاری نه یک امر اعتقادی بلکه یک نگرش، یک نگاه و یک احساسه. اگه از من بپرسن شکرگزاری چیه؟ میگم یعنی به ذهنت بفهمونی که به داشتن هیچ چیزی عادت نکنی. پس بدبختی چیزی نیست جز عادت کردن به خوشبختی.